امیدوارم خوش اومدید به اولین ویدیوی من. امروز قراره که با هم دیگه بریم بندرمال خرید کنیم و دیگه حالا در ادامه میبینیم. دوستان استایل 100%. بچه‌ها اینجا نخ ناخداست لس آنجلس. خریداری شد دوستان. و اینکه بیا منم دفتر بگیرم و اینکه خیلی این دفتره که اینطوری باز میشه میخواستم، ولی طرحشو خیلی دوست ندارم، ولی خب اینطوری هم میخواستم بگیرم. پیشنهاد بعدی بچه این کلاسورا هم هست، ولی خب رنگ مثلا اینم دوست ندارم. بچه این ولی اینه کن این بامزه داره. این کوکولی نه این بامزه کوچولو. بچه‌ها این کتابا رو نگاه، خیلی بامزه. خب بالاخره خریدیم و کادو مامانم و یه دفتر تموم. جایجو من لباس بنداریمو فقط از اینجا میخرم و فقط اختصاصی من خرید میکنم، فقط همین چوسی. اصلا عادت دارم فقط خریدم بندرمال کنم، مثلا من جای دیگه نمیخرم تا من گوه بخورم این حافظه گوشی. شاید بهتون میگفتم بچه فقط بندرمال این که همین. بچه من خیلی ناراحتم اینطور نشستم. الان واقعا نیاز دارم راحت ریلکس. الان ناراحتم بچه. این دوست من مریضه، یه نفر دیگه حالش بده، این مریضه. بعد هر وقت من میخوام یه حرفی بزنم نمیشه. این بچه‌ها جون ما تو چنل کارم تو چنل نه تو چنل تو کارم هر حالا بچه‌ها که آدم مفت خدا شاهدم. مدرک اگه میومدن اسم موبایل رو بود وقتی رو هدوی زندگی کن. خیلی دیره چه جدیدم بچه ها. جوری که رفتم عرصی جوری که اومدم عرصی و بدتر همه این دوست که من با اینکه دیرم شده بود کلی نشستم ویدیوی آماده شدن گرفتم و در آخر ویدیوها رو همشون اینجوری گرفته بودم و یوتیوب اینجوری باید بود، یعنی لعنت منو. و همین جدید خدافظی میکنم. مرسی که ویدیوی من رو نگاه کردید. تو ویدیو بعدی میبینم. اگه خوشتون